امروز قراره درباره یکی از ایردراپ‌های جذاب و پرطرفدار به نام بلوم صحبت کنم. با من همراه باشید تا نحوه شرکت در این ایردراپ، ارزش توکناش و روش جمع‌آوری بیشتر اونو به شما آموزش بدم. از اونجایی که بلوم سومین پروژه معتبره و هنوز وقت زیادی براش هست، پس اگه یکم دست به جنبونی میتونید سود خوبی بکنید. کانال تلگرامی بلوم بالای 13 میلیون عضو داره و داره تیک آبی تلگرام. همچنین توی توییتر 9 میلیون و توی یوتیوب 3 میلیون کاربر داره که رقم‌های قابل توجهی است و میشه بهش اعتماد کرد. بلوم در آینده نزدیک در صرافی‌ها لیست میشه و ارزش خوبی هم داره. خب برای شروع ایردراپ یا از لینک زیر وارد میشید یا میرید تو تلگرام سرچ میکنید بلوم و اونی که تیک آبی داره رو انتخاب میکنید. استارتش که کردید ازتون یه ایمیل میخواد، میزنید و وارد میشید. بلوم هر روز که میرید توش براتون روز شماری میکنه و نسبت به تعداد روزهایی که رفتی توش بهت جایزه میده. جایزش یه مقداری بلومه و تعدادی هم کارته که بهتون میگم به چه دردی میخوره. بعد اینکه جوایز رو دریافت کردیم وارد بخش اصلی میشیم و گزینه پایین یعنی فارمینگ هر 8 ساعت یه بار 57 تا بلوم بهت میده، ولی باید بیای توش تا بگیری و باید روش کلیک کنی. قسمت بالاش از همون کارتایی که گفتم استفاده میشه و یه بخشیه که میری توش و با زدن روی برگ‌ها میتونی بلوم بگیری. برای هر یه دونه برگ یه دونه بلوم بهت میده، ولی باید حواست باشه که روی بمبا نزنی چون هرچی جمع کردی میپره. این یه زمان مشخصی داره که 27 ثانیه است و یه چیزایی مثل یخ میاد که اگه بزنی روش زمان برای چند ثانیه وای میسه و تو میتونی همه برگا رو جمع کنی. بالاترش هم که پروفایلتون و اسم تو، تعداد سکه‌هاتو میزنه. توی صفحه بعدی یعنی صفحه تست همون صفحه مأموریتاشه که بیشترش رو میشه راحت بگیری و فقط کافیه بزنی روش و باید از یه سایت دیدن کنی یا باید عضو گروهی بشی. بعد میای بیرون و روش کلیک میکنی تا بهت بده. اگرم نداد چند بار تکرار کن تا بده. اما مأموریتایی هم داره که باید دوست دعوت کنی تا بهت جایزه‌شو بده. صفحه بعدی صفحه فرند یا همون دعوت دوسته که میتونی تا 10 نفر دوست دعوت کنی که از اونایی که دعوت میکنی 10% امتیازشون و از اونایی که اونا دعوت میکنن 2.5% به شما میرسه. ولی اینجوری که نشون میده سکه مفتی به کسی نمیده. اگه اخباری از این ایردراپ به دستم رسید توی سریع ترین زمان براتون میذارم. ولی برای جمع کردن زیاد این ایردراپ هم شما کارهایی که میتونید بکنید اینه که 10 تا دوست دعوت کنید و هر 8 ساعت یه بار وارد بازی بشید و میتونید حتی اکانت‌های خودتون رو زیر مجموعه خودتون کنید. با این کار با یه تیر 2 نشون میزنید. اگر هم خودتون سیم کارت اضافه ندارید میتونید شماره مجازی یا حتی شماره آشناهایی که تلگرام ندارن رو بگیرید و برای اونا فقط یه کد میره. اما برای یک تلگرام تنها با 3 اکانت میشه وارد شد و نیاز شما نسخه‌های مختلف تلگرام رو بریزید. مثلا تلگرام طلایی یا تلگرام ایکس یا موبوگرام و غیره که با این کار میتونید سکه‌های زیادی دریافت کنید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید یا نیاز به کمک بیشتری دارید در قسمت نظرات بنویسید. همچنین فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودید. امیدوارم که همیشه جیبتون پرپول باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.